این نیروگاه خرد آبی ضمن برنامه شکوفایی تاجیکستان بنیاد شده است. برنامه 5 سال پیش با مبلغ‌گذاری اگنتی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد بین‌المللی و بنیادی آقاخوان سر شده بود. لایحه 16 ناحیه ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان را فرا می‌گرفت که با افغانستان همسرحدند. با گفته مسئولین برنامه شکوفایی تاجیکستان در 5 سال گذشته زندگی بیش از 190,000 نفر در این دو ولایت دگرگون شد. It was a $20 million program financed by both USAID and by the Aga Khan Foundation. The project has touched the lives of hundreds of thousands of people in villages on the border of Afghanistan and Tajikistan in the Hatlan and Gorno-Badakhshan provinces. لایحه شکوفایی تاجیکستان بیشتر به ساحه‌های بهداشت، معارف، انرژتیکا، کشاورزی و دسترسی به آب تازه روانه شده است. نمایندگان حکومت ولایت ختلان از ثمره‌های این برنامه راضی‌اند. شهر نویایی که هم مرز با کشور افغانستان است، کارهای خوب نظر است و سامان رسانیده شد. جهت مستحکم کردن زمینه مالی تکنیکی تنها در یک ناحیه شمسی شاهین و 16 مؤسسه تعلیمی به نزدیک بیش از 3,500 جای نشست تامین کردن یک کار بسیار مقبول است. از برنامه شکوفایی تاجیکستان دهقانان هم بهره برداشته‌اند. با 21 گروه از کشاورزان تکنیک‌های ضروری داده شده است. اینچنین به گفته دهقانان از مشورت‌های کارشناسان برنامه فایده گرفته‌اند. 5 عدد ماتابلوک، 5 عدد ماتارولر کمک کردند و طور گرانتی. همین بار آموزش‌ها گذراندن، برنامه با گروه‌ها را تشکیل نمودند. اکنون برنامه شکوفایی تاجیکستان با موفقیت به انجام رسید. از آن همچون یک طرح نشان‌رس یاد کرده شد. نتیجه هایش در یک همایش در ناحیه دنغره جمع‌بست کرده شدند. دهقانان آرزو کردند چنین لایحه‌ها بیشتر شوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه دنغره.